یه تک بیت خیلی کوتاه اما به نظرم خیلی تکان دهنده است. در غربت مرگ بیم تنهایی نیست. یاران عزیز آن طرف بیشترن. این ترکیب به نظرم اجازه میده که به مفهوم مرگ و تنهایی از زاویه‌ای خیلی متفاوتی نگاه کنیم. اون بیت کوتاه انگار یه جور نقطه شروع عاطفی این بحثه، نه؟ حتما. خب بیاید از همین بیت شروع کنیم. مصرع اولش میگه در غربت مرگ. این ترکیب غربت مرگ خودش خیلی سنگینه. اولین چیزی که به ذهن من میاره حس بیگانگی مطلقه، دور افتادن از هر چیز آشنا. انگار وارد یه سرزمین ناشناخته و ساکت میشی. کاملا درسته. واژه غربت اینجا فقط به معنی دوری فیزیکی نیست، خب، بلکه اون بار عاطفی، حس ناآشنایی، بیپناهی و شاید حتی یه ترسی رو به دوش میکشه. شاعر با همین دو کلمه اون مواجهه اولیه با ناشناختگی مرگ رو به تصویر کشیده. انگار داره اعتراف میکنه که آره، این گذار یه جور حس بیخانمانی و جدا افتادگی داره. این کارش نمیکنه. دقیقاً. اما چیزی که بلا فاصله غافلگیر کننده است، چرخشیه که تو ادامه مصرع اول و بعد مصرع دوم اتفاق میفته. بیم تنهایی نیست، یاران عزیز آن طرف بیشترن. این خیلی عجیبه. چطور ممکنه تو اوج اون حس غربت و بیگانگی، ترس از تنهایی که شاید اصلی ترین ترس ما باشه، وجود نداشته باشه؟ این گذار از غربت به عدم ترس از تنهایی چطور اتفاق میفته به نظرتون؟ شاعر دلیل این عدم ترس رو بلافاصله ارائه میده. یاران عزیز آن طرف بیشترن. این یه ادعای قاطع و پر از امیده. نمیگه شاید تنها نباشی یا امیدوارم تنها نباشی. میگه تنهایی نیست. چرا؟ چون اونجا در آن طرف جمع دوستان و عزیزان پرشمارتره. پس اون حس غربت اولیه که خب ناشی از ورود به یه مکان ناشناخته بود، با چشمانداز دیدار یه جمع آشنا و بزرگتر خنثی میشه انگار. از تعریف خیلی قدرتمند از مرگه. به جای اینکه بگیم پایان همه پیونداست، تبدیلش میکنه به اوج وصال. آن طرف خب به وضوح به جهان پس از مرگ اشاره داره و یاران عزیز هم تمام کسانی هستن که پیش از ما رفتن.